به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی در حوزه روانشناسی و تحول شروع میکنیم. شفای زندگی، نوشته لوئیس هی و ترجمه گیتی خوشدل هستش. این کتاب در سال 1393 در تهران توسط نشر پیکان به چاپ 57مش رسیده که در اختیار منه. این کتاب رو خانم هی اهدا کرده به تمامی آدم‌های روی کره زمین. امیدوارم این هدیه یاریتان کند تا آن جایگاه درونی را که خانه حرمت و عشق خالص و پذیرش خود است بیابید. ابتدا نوشته پشت جلد کتاب رو برای شما میخونم و سپس کتاب رو با هم کشفش میکنیم. لطفاً با من همراه باشید. لوئیس هی، نویسنده کتاب پرفروش شفای زندگی، از رهبران بلند آوازه بین المللی نهضت عصر نوین است. پیام اصلی خانم لوئیس هی این است که اگر مشتاق باشیم که روی ذهن خود کار کنیم، تقریباً همه چیز را میتوان شفا داد. نویسنده این کتاب تجربه‌های بسیار و اطلاعات دست اولی درباره شفا دادن دارد که سخاوتمندانه آنها را در اختیار ما می‌گذارد. حتی این دانش که چگونه سرطان وخیم پیشرفته‌اش را خود علاج کرده است. خانم لوئیس هی در سخنرانی‌ها و کلاس‌ها و تمرین‌های عملیش و حتی هنگامی که به عنوان سخنران مهمان بر صحنه تلویزیون ظاهر می‌شود، مراحل عملی برای زدودن ترس و علل امراض را بیان می‌کند. به عنوان مشاور علوم مابعد و طبیعه، زندگیش را وقف یاری به دیگران می‌کند تا خلاقیت خود را بازیابند و استعدادهای خود را شکوفا سازند. از این رو شاگردانش می‌توانند موانعی که آنها را از تندرستی کامل یا خواسته‌های زندگیشان دور می‌کند، از سر راه بردارند. این کتاب شامل 15 فصل هستش و 4 بخش. در فصل 15 خانم لوئیس هی فهرست بیماری‌هایی رو آورده و میگه این بیماری‌ها ناشی از ذهن بیمار هستش که در بدن به وجود اومده. من برای شما میخوام این فصل رو بخونم. امیدوارم که بتونم کامل در این تایم وایس این فصل رو به اتمام برسونم. با من همراه باشید. فهرست بیماری‌ها. من سالم و کامل و تمام عیارم. با نگاه به این فهرست که به کتابم شفای تن متعلق است، ببینید آیا می توانید میان بیماری‌های پیشین یا کنونی خود در رابطه با علل ذهنی نام برده در فهرست ارتباطی بیابید؟ بهترین راه به کار بردن این فهرست به هنگام مشکل جسمانی این است که 1. به علت ذهنی نگاه کنید و ببینید که در مورد شما نیز صدق می کند یا نه. اگر صدق نمی کند، آرام بنشینید و از خود بپرسید کدام اندیشه هایم می تواند این وضع را آفریده باشد؟ 2. با خود تکرار کنید مشتاقم آن الگوی هوشیاریم را که این وضع را آفرید رها کنم. 3. الگوی تازه ذهنی را چندین بار تکرار کنید. و 4. پیشاپیش خود را در فرایند شفا ببینید. هرگاه به وضع خود میاندیشید این گام ها را تکرار کنید. خب من جدول رو شروع میکنم و آروم آروم برای شما میخونم. بیماری. آب جمع کردن بدن. میگه علت احتمالیش ممکنه میترسید چه چیزی را از دست بدهید؟ و الگوی تازه ذهنیش اینه من با شادی رها میکنم. آبریزش بینی. علت احتمالیش گریه درونی، اشک‌های کودکانه، احساس قربانی بودن. الگوی تازه ذهنیش میگه من تصدیق میکنم و میپذیرم که خود قدرت خلاق جهانم. اکنون آگاهانه کامروایی از زندگیم را برمیگزینم. آبسه. علت احتمالیش اندیشه‌های برانگیزاننده درباره آزارها، احساس حقارت و میل به انتقام‌جویی.
الگوی تازه ذهنی: اجازه می دهم اندیشه هایم رها و آزاد باشند. گذشته تمام شده. من در آرامشم. آبله مرغان: علت احتمالی: این دست و آن دست کردن، ترس و فشار، حساسیت مفرط. الگوی تازه ذهنی: من آسوده و آرامم، زیرا به فرایند زندگی اعتماد دارم. در جهانم همه چیز نیکوست. آمرواریز: علت احتمالیش: عدم اطمینان از آینده‌ای شاد، ترس از آینده‌ای تاریک. الگوی تازه ذهنی: زندگی جاودان است و سرشار از شادمانی. من به پیشواز هر لحظه می‌روم. آپاندیس: علت احتمالی: ترس از زندگی، مسدود کردن جریان و راه خیر و صلاح. الگوی تازه ذهنی: من ایمن هستم. من می‌آسایم و می‌گذارم زندگی با شادمانی جریان یابد. آرتوروس: علت احتمالی: این احساس که هیچ کس دوستم ندارد، انتقاد و نفرت و انزجار. الگوی تازه ذهنیش میگه من عشقم. اکنون برمیگزینم که خود را دوست بدارم و تایید کنم. من با محبت به دیگران نگاه میکنم. آرتوروس انگشتان: تمایل به مجازات و سرزنش کردن، احساس قربانی بودن. الگوی تازه ذهنیش میگه من با تفاهم و محبت میبینم. من همه تجربه هایم را در پرتو عشق مینگرم. ناراحتی آرنج: علت احتمالیش: نمایانگر عوض کردن مسیر و پذیرفتن تجربه های تازه است. و الگوی تازه ذهنیش میگه من به آسانی با تجربه های تازه و راه های جدید و دگرگونی های نو خو میگیرم. آروغ: ترس، بلعیدن تند و سریع زندگی. الگوی تازه ذهنیش میگه برای انجام آنچه میخواهم زمان و مکان کافی هست. من در آرامشم. آسم: علت احتمالیش: محبت در دل نگاه داشته شده. این احساس که نمیتوان برای خود نفس کشید. احساس خفگی، گریه سرکوب شده. الگوی تازه ذهنیش میگه اکنون به عهده گرفتن زندگیم خطری ندارد. من آزادی را برمیگزینم. آسم کودکان و نوزادان: علت احتمالیش: ترس از زندگی. کودک نمیخواهد در این دنیا باشد. و الگوی تازه ذهنیش: این کودک ایمن و خواستنی و عزیز است. این کودک با آغوش باز و سرشار از محبت پذیرفته شده است. آکنه: علت احتمالیش: خود را نپذیرفتن و دوست نداشتن. الگوی تازه ذهنیش میگه من تجلی الهی زندگی هستم. من خود را در جایی که همکنون قرار دارم دوست دارم و میپذیرم. آلرژی ها: علت احتمالی: نسبت به کی آلرژی دارید؟ نفی اقتدار خود. چه کسی یا چه چیز به شما اجازه نمیدهد که رهایش کنید. و الگوی تازه ذهنیش میگه دنیا امن و دوستانه است. من ایمن هستم و با زندگی در آرامشم. من مشتاقانه گذشته را رها میکنم. رها کردن خطری ندارد. من اکنون آزادم. بیماری های آمیزشی که علت احتمالیش میگه نیاز به مجازات خود، خویشتن را بدپنداشتن، احساس گناه جنسی، اندامهای تناسلی را گناهکار و ناپاک دانستن، سوء استفاده از دیگری. اما الگوی تازه ذهنیش رو میگه من خودم را و بدن و جنسیت خویش را دوست دارم. تنها اندیشه هایی را باور میکنم که حمایت هم کنند و به من احساسی نیکو ببخشند. بیماری تخریب الیاف عصبی که از دستها شروع می شود. علت احتمالیش میگه نپذیرفتن ارزش خود، نفی کامیابی و موفقیت. و الگوی تازه ذهنیش میگه میدانم که ارزشمندم. موفقیت خطری ندارد. زندگی دوستم دارد. انفکتوس:
خالی کردن قلب از هر چه شادی به نفع پول و جاه و مقام. و اما الگوی تازه ذهنیش میگه من شادمانی را به کانون قلبم باز میگردانم. من به همه محبت نشان میدهم. بیماری آنفولانزا. علت احتمالیش هجوم اندیشه‌های منفی، عدم اعتقاد به پویا بودن. و اما الگوی ذهنیش میگه من فراسوی اعتقادات جمعی و تقدیمی هستم. من از هر گونه تأثیر و تراکم رها و آزادم. ادرار، التهاب مجاری ادراری، شب ادراری، عفونت مجاری ادراری. علت احتمالیش هیجانات و احساسات خشمناک، سرزنش، ترس از والدین به ویژه پدر، ادرار کردن به روی جنس مخالف، سرزنش دیگران. اما الگوی ذهنیش میگه من در زندگیم تنها تجربه‌های شادی انگیز می‌آفرینم. این کودک با چشم محبت و نرمش و مهربانی و تفاهم نگریسته می‌شود. همه چیز نیکوست. من آن الگوی درونم را که این وضع را آفریده رها می‌کنم. من مشتاقم که عوض بشوم. من خود را دوست دارم و تایید می‌کنم. کمکاری قشر غده فوق کلیوی یا بیماری ادیسون. علت احتمالیش بدغذایی شدید عاطفی، خشم گرفتن بر خود. اما الگوش میگه من با محبت از تن و ذهن و عواطفم مراقبت میکنم. اسپاسم، اندیشه های انقباض اندیشه ها به علت ترس. اما الگو میگه من رها میشوم و می آسایم و رها می کنم. من در زندگی ایمن هستم. اما بیماری های مربوط به استخوان، اسکلت بدن، استخوان شرمگاه، ناراحتی های استخوان، شکستگی یا مو برداشتن. علت احتمالی میگه نمایانگر ساختار کائنات و زندگی است. خرد شدن ساختمان زندگی. نمایانگر حمایت از اندام تناسلی است. عصیان در برابر قدرت. اما الگو میگه ساختار من نیکو و متوازن است. من سالم و نیرومندم و ساختارم نیکوست. جنسیت من ایمن است. من خود قدرت جهان خویشم. زیرا من تنها کسی هستم که در ذهنم می اندیشد. کجی یا عفونت استخوان، استخوان گیجگاه، مغز استخوان و نرمی استخوان. علت احتمالی میگه فشار ذهنی، سرسختی، انقباض عضلات، فقدان تحرک ذهنی، خشم و ناکامی، میل به نشنیدن آنچه می‌گذرد، معمولاً در کودکان، ترسی که ادراک را فلج کند، نمایانگر ژرف‌ترین اعتقادات درباره خود، نمایانگر چگونگی پشتیبانی و مراقبت از خویشتن، بدغذایی عاطفی، فقدان محبت و امنیت. اما الگو میگه من کاملا زندگی را فرو میکشم. من میآسایم و به جریان و فرایند زندگی اعتماد میکنم. هماهنگی و آرامش الهی درون و بیرونم را فرا گرفته است. من محور محبت و شادمانی و آرامشم. در جهانم همه چیز نیکوست. ساختار زندگیم جان لایتناهی است. من ایمن هستم و در پناه محبت و حمایت کامل. من ایمن هستم و کائنات به من خوراک میرساند. استفراغ، علت احتمالی واکنش خشونت‌آمیز نسبت به عقاید، ترس از تازه‌ها. و الگو میگه من با شادی و ایمنی زندگی را هضم میکنم. تنها نیکی به سراغم میآید. من نیز تنها نیکی از خود نشان میدهم. اسهال، ترس کردن، فرار. اما الگو میگه ستاندن و هضم و حذف من در کمال نظم صورت میگیرد. من با زندگی در آرامشم. اشتها و بی اشتهایی یا پر اشتهایی، ترس، حمایت از خود، عدم اعتماد به زندگی، نیاز به حمایت، داوری درباره عواطف. اما الگو میگه من خود را دوست دارم و تایید میکنم. من ایمن هستم و زندگیم شادمان است. احساس کردن خطری ندارد. احساسهایم بهنجار و پذیرفتنی هستند. اضافه وزن،
ترس، نیاز به حمایت، فرار از احساس ناامنی، طرد خود، نیاز به کامیابی. اما الگو میگه من با احساسات خود در آرامشم. در همین جا ایمن هستم. من امنیت خود را می آفرینم، خویشتن را دوست دارم و تایید می کنم. اما بیماری اضطراب، امراض اطفال، عدم اعتماد به جریان و فرایند زندگی، اعتقاد به زمان تقویمی و مفاهیم اجتماعی و قوانین کاذب، رفتار بچگانه بزرگسالان پیرامون کودک. الگو میگه من خود را دوست دارم و تایید میکنم. به فرایند زندگی اعتماد دارم و ایمن هستم. این کودک در پناه حمایت و لطف و محبت الهی است. ما برای این کودک مسئولیت ذهنی میطلبیم. اعتیادها، فرار از خود، ترس، هنگامی که ندانیم چگونه خود را دوست بداریم. اما الگو میگه اکنون در میابم که تا چه اندازه شگفتی انگیزم. من برمیگزینم که خود را دوست بدارم و کامروا شوم. بیماری های اعصاب، در هم شکستن ناگهانی اعصاب که علت احتمالیش نمایانگر ارتباط و گزارش های گیرنده است. خودمرکز بودن، بستن راه های ارتباط. الگو میگه من با سهولت و شادمانی ارتباط برقرار میکنم. من قلبم را میگشایم و تنها ارتباط های مهرآمیز برقرار میکنم. من ایمن و نیکو هستم. اغما، علت احتمالی ترس، فرار از کسی یا چیزی. اما الگو میگه ما با محبت و امنیت تو را احاطه میکنیم. ما برای تو فضای شفا میآفرینیم و دوستت داریم. افسردگی، خشم بیمورد، نومیدی. الگو میگه من اکنون از ترس‌ها و محدودیت‌های دیگران فرا میروم و خود زندگی خویش را میآفرینم. اگزما، آلزایمر و زوال عقلی پیشرفته. علت احتمالی خصومت و عداوت مفرط، غلیان ذهنی، کنار نیامدن با دنیا و واقعیت، ناامیدی و درماندگی و خشم. الگو میگه آرامش و هماهنگی و عشق و شادمانی درون و برونم را فرا گرفته است. من ایمن هستم. همواره راهی تازه و بهتر برای تجربه زندگی پیدا می شود. من گذشته را می بخشم و رها می کنم و رهسپار شادمانی می شوم. الکلیسم، علت احتمالی زندگی را بیفایده دانستن، احساس پوچی و بیهودگی، احساس گناه، احساس بیکفایتی، نپذیرفتن خود. و الگو میگه من در این لحظه زندگی می کنم. هر لحظه تازه است و پرتراوت. من ارزش خود را می دانم. من خود را دوست دارم و تایید می کنم. بیماری MS، تخریب الیاف عصبی، علت احتمالی سرسختی ذهنی، سنگدلی، اراده پولادین، انعطاف ناپذیری و ترس. اما الگو میگه با انتخاب اندیشه های شاد و مهرامیز جهانی شاد و مهرامیز میآفرینم. من ایمن و آزادم. بیماری های انگشتان، انگشتان پا، پینه شست پا، انگشتان دست، آرتروز انگشتان، شست، انگشت اشاره، انگشت وسط، انگشت انگشتر و انگشت کوچک. انگشت پا علت احتمالی رو میگه نمایانگر جزئیات زندگی هستش و الگو میگه همه جزئیات به خوبی پیش میروند. پینه شست پا، ناشادمانی از تجربه های زندگی و الگو میگه من با شادمانی به پیشواز تجربه های شگفت‌انگیز زندگی میروم. انگشتان دست که نمایانگر جزئیات زندگی هستند و الگو میگه من با جزئیات زندگی در آرامشم. آرتروز انگشتان، میل به مجازات و سرزنش کردن، احساس قربانی بودن و الگو میگه من با تفاهم و محبت میبینم. من همه تجربه هایم را در پرتو عشق مینگرم. شست، نمایانگر عقل و نگرانی و الگو میگه ذهنم در آرامش است. انگشت اشاره، نمایانگر منیت و ترس و الگو میگه من ایمن هستم. انگشت وسط، نمایانگر خشم و جنسیت
و الگو میگه من با جنسیت خود آسوده‌ام. انگشتر نمایانگر اتحاد و اندوه و الگو میگه من آرام و مهرامیزم. انگشت کوچک نمایانگر خانواده و تظاهر و الگو میگه من به خانواده و زندگی خود واقعی خویش را نشان میدهم. اما انقباض اندیشه ها از ترس علت احتمالیش و الگو میگه من رها میشوم و میآسایم و رها میکنم. من در زندگی ایمن هستم. انگل علت احتمالی قدرت را به دیگران سپردن و اختیار از دست دادن. اما الگو میگه من با محبت اقتدار خود را پس میگیرم و هر گونه مداخله را رها میکنم. عذر علت احتمالی احساس بی‌دفاعی و ناامیدی. کسی به من اهمیت نمیدهد. نفی خود، احساس گناه درباره امور جنسی. اما الگو میگه من جزئی از طرح کائناتم. شایان اهمیت هستم و زندگی دوستم دارد. من توانا و قدرتمندم. تمامیت خود را دوست دارم و قدر خویشتن را میدانم. بازوان علت احتمالی نمایانگر گنجایش و توانایی در آغوش گرفتن تجربه‌های زندگی است. و الگو میگه من با سهولت و محبت و شادمانی تجربه‌هایم را به آغوش میگیرم. درد باسن یا بافت‌ها و یا تسلب بافت‌ها نمایانگر قدرت، باسن شلوول نمایانگر عدم قدرت، نمایانگر توازن کامل و پیشروی نیز هست. نپذیرفتن ارزش خود، نفی کامیابی. اما الگو میگه من خردمندانه قدرت خود را به کار میگیرم. من نیرومند و ایمن هستم. همه چیز نیکوست. هر روز شاد و شادابم و متوازن و آزاد. اما الگوی ذهنی در مورد تسلب بافت‌ها میدانم که ارزشمندم. کامیابی خطری ندارد. از موفقیت نمیترسم و زندگی دوستم دارد. اما التهاب کلیه یا بیماری برایت احساس بچگی و خود را به اندازه کافی خوب نپنداشتن، احساس شکست یا از دست دادن. اما الگو میگه من خود را دوست دارم و تایید میکنم و به خویشتن اهمیت میدهم. من همواره شایسته‌ام. بیماری برفک علت احتمالی خشم از تصمیم‌گیری های نادرست و الگو میگه من با محبت تصمیم‌های خود را میپذیرم و میدانم که برای دگرگونی آزادم. من ایمن هستم. برونشیت محیط ناآرام خانواده، مشاجرات و فریاد کشیدن. گاه فریادها خاموش است. اما الگو میگه من در درون و برون و پیرامون خود تنها هماهنگی و آرامش را فرا میخوانم. همه چیز نیکوست. بریدگی عدم مطابقت از قوانین خود، خشم بر خویشتن و مجازات خود، احساس گناه. الگو میگه من برای خود یک زندگی سرشار از پاداش و آرامش میآفرینم. بواسیر ترس از مهلت و آخرین فرصتها، خشم از گذشته، ترس از رها کردن و فشار. اما الگو میگه من هرچه را که همجنس محبت نباشد رها میکنم. من برای همه کارهایی که دوست دارم زمان و مکان کافی دارم. بوی بد بدن، ترس، دوست نداشتن خود، ترس از دیگران. و الگوی ذهنی میگه من خود را دوست دارم و تعیین میکنم. من ایمن هستم. بوی بد دهان، گرایش‌های پوسیده، غیبت و بدگویی، اندیشه فاسد. اما الگو میگه من در کمال ملایمت و ملاطفت سخن میگویم. از دهانم تنها نیکی بیرون میآید. بی اختیاری مدفوع یا ادرار که علت احتمالی غلیان عواطفه، کنترل دراز مدت هیجان‌ها و احساس. اما الگوی ذهنی میگه من مشتاقم که احساس کنم. نشان دادن عواطف خطری ندارد. من خود را دوست دارم. بیماری بی‌تفاوتی علت احتمالی مقاومت در برابر احساس، کشتن خود و ترس. اما الگوی ذهنی میگه احساس کردن خطری ندارد. من با آغوش باز خود را به روی زندگی میگشایم.
من مشتاق تجربه زندگیم. بی‌حسی، علت احتمالی، مضایقه از محبت، بی‌ملاحظگی، از نظر ذهنی مرده بودن. اما الگو میگه من محبت و احساسم را با دیگران تقسیم میکنم. به همه با محبت پاسخ میدهم. بیخوابی، ترس، عدم اعتماد به فرایند زندگی و احساس گناه. اما الگوی ذهنی میگه من با محبت روز را رها میکنم و به خوابی آرام فرو میروم و میدانم که فردا همه چیز به خیر و خوشی پیش خواهد رفت. ناراحتی بیضه ها، نمایانگر مردانگی و اصل مذکر. الگو میگه مرد بودن خطری ندارد. ناراحتی های بینی، نمایانگر شناخت خود. میگه الگوی ذهنی من توانایی شهودی خود را میشناسم. خونریزی، بینی گرفته، نیاز به شناخته شدن، نیاز به محبت و توجه، پی نبردن به ارزش خود. اما الگو میگه من خود را دوست دارم و تایید میکنم و ارزش راستین خود را در میابم. من شگفتی انگیزم، من خود را دوست دارم و قدر خود را میدانم. ناراحتی های پا نمودار فهم است، ادراکی که از خود و دیگران و از زندگی داریم. اما الگو میگه فهیم و ادراکم روشن است و مشتاقم که در طول زمان عوض شوم. من ایمن هستم. اما قارچ انگشتان پا، ناکامی، عدم پذیرش، احساس ناتوانی برای پیشروی آسان که الگوی ذهنی میگه من خود را دوست دارم و تایید میکنم. به خودم اجازه پیشروی میدهم. حرکت کردن خطری ندارد. ناراحتی های مچ پا، انعطاف ناپذیری و احساس گناه. مچ پا نمایانگر توانایی شادی و خوشی. الگوی ذهنی میگه من شایستگی وجد و سرور را دارم. من همه خوشی‌های زندگی را میپذیرم. میخچه پا، علت احتمالی خشم از فهم و ادراک خود، ناکامی و ترس از آینده. الگوی ذهنی میگه من در کمال اطمینان و سهولت به پیش میروم. به فرایند زندگی اعتماد میکنم و با جریان زندگی به پیش میروم. فرو رفتن ناخن شست پا در گوشت، علت احتمالی اضطراب و احساس گناه درباره حق پیشروی خود. اما الگوی ذهنی میگه این حق الهی من است که در زندگی راه دلخواهم را پیش گیرم. من ایمن و آزادم. پارکینسون، علت احتمالی ترس، میل به تسلط بر همه چیز و همه کس. الگوی ذهنی میگه من میآسایم و میدانم که ایمن هستم. زندگی از آن من است و به فرایند آن اعتماد میکنم. پاگد یا پاگد، من این بیماری رو نمیدونم چیه. این احساس که دیگر هیچ نمانده تا بتوان بر اساس آن پیروزی کرد. هیچ کس به من اهمیت نمیدهد. اما الگوی ذهنی میگه میدانم که زندگی از راههای عظیم و شکوهمند و حیرت انگیز حمایتم میکند. زندگی دوستم دارد و به من اهمیت میدهد. پرمو بودن، علت احتمالی لایه‌ای از خشم و حفاظی، نشانه ترس، میل به سرزنش کردن دیگران و نپروراندن خود. الگوی ذهنی میگه من پدر و مادر خوبی برای خودم هستم. من کوشش محبت و تایید به تن دارم. نشان دادن خود راستین خطری ندارد. بیماری پروستات که علت احتمالی نمایانگر مردانگی هستش. اما الگوی ذهنی میگه من مردانگی خود را میپذیرم و از آن شادمانم. ناراحتی های پروستات، علت احتمالی ترس های ذهنی مردانگی را ضعیف میکند. تسلیم، فشار جنسی، احساس گناه، اعتقاد به پیری. و الگوی ذهنی میگه من خود را دوست دارم و تایید میکنم. من قدرت خود را میپذیرم. روح و جانم همیشه جوان است. پستانها، علت احتمالی نمایانگر مادری کردن و پروراندن و خوراک رساندن است. و الگوی ذهنی میگه من در کمال توازن به خود و دیگران خوراک میرسانم. ناراحتی های پستان، به خود غذا نرساندن، نخست دیگران را در نظر گرفتن، افراط در مادری و حمایت،
حمل بار یا تحمل بیش از گنجایش خود. و الگوی ذهنی میگه من اهمیت دارم و به حساب میآیم. اکنون با محبت و شادمانی به خود خوراک میرسانم و از خویشتن مراقبت میکنم. به دیگران این آزادی را میدهم که خودشان باشند. همه ما ایمن و آزادیم. پزو ریاضی که علت احتمالیش ترس از آزار هستش، حسهای خود را کشتن، مسئولیت احساسات خود را به عهده نگرفتن. و الگوی ذهنی میگه من برای کامجویی از شادی‌های زندگی زنده‌ام. من شایسته دریافت عالی‌ترین محبت‌های یا موهبت‌های زندگی هستم و همه آنها را میپذیرم. من خود را دوست دارم و تایید میکنم. و دیگه زمان به من اجازه نمیده که بقیه بیماری‌ها و علت‌های احتمالی و الگوهای ذهنیش رو برای شما بخونم. در انتها جمله ای از لوئیس هی رو میخونم و کتاب رو تمام میکنم. از مدت‌ها پیش اعتقاد داشتم هرچه باید بدانم بر من آشکار میشود. هرچه نیاز داشته باشم به سراغم میآید. در جهانم همه چیز نیکوست. دانش تازه‌ای وجود ندارد. هرچه هست قدیم و نامحدود است. موجب شادمانی و شادکامی من است که این دانش و حکمت را به نفع آنان که در راه شفا گام برمی‌دارند گرد هم آورم. این پیشکش را به همه شما تقدیم می‌کنم که آنچه می‌دانم به من آموخته اید. به همه مراجعانم و دوستانی که در همه این زمینه کار می‌کنند، به همه آموزگارانم و به خرد الهی لایتناهی که از طریق من این دانش را به گوش نیازمندان آن می‌رساند. امیدوارم که از این کتاب خوشتون اومده باشه و برای خودتون تهیه کنید و لذت خوندنش رو به خودتون هدیه بدید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.